راز بزرگ نغمه در امریکا افشا شد و جنگ آریانا سعید با نغمه. اما چرا؟ شوهر دوم نغمه کی بوده است و دلیل خفه بودن وی از شوهر دومش چی است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. نغمه یا شاپیری یک تن از هنرمندان ناماشنا، سابقه کار و محبوب افغانستان است که صدایش در گوشهای جوانان و بزرگان کشورش می باشد. نغمه با آقای منگل در سن 18 سالگی ازدواج کرد و این دو آهنگ‌های بیشمار دوگانه هم ثبت کردند. اما به یک بارگی نغمه در سال 2006 از منگل جدا شد و بعد از جدا شدنش از آقای منگل با یک تن از پسران رهبران مجاهدین کشور عروسی کرد. اکنون نغمه با فرزندانش در کشور امریکا زندگی می کند، ولی بارها منگل در صفحات مجازی و رسانه هایی که دعوت شده بود به خاطر نغمه اشک می ریخت و به خاطر نغمه عروسی دوم نکرده است. این روزها حقایق بزرگ نغمه در امریکا افشا شده است و دلیل دوری وی از پرده رسانه ها و هنر موسیقی اختلافات جدید میان وی و شوهر دومش بوده است. هرچند نغمه تاکنون در هیچ برنامه تلویزیونی بیان نکرده شوهر من کی است و چی مخالفت‌هایی با من دارد، ولی این خبرها توسط دوستان و اقارب نغمه در صفحات مجازی درز کرده است. و این روزها خبرهای دیگری هم که گویا آریانا سعید با بانو نغمه جنگ کرده است کاملا دروغ و بی بنیاد می باشد. رابطه هنری آریانا سعید با نغمه خیلی خوب و مستحکم می باشد، ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتین شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.